محمد جواد باقری هستم، مدیر عامل شرکت استیل ماندگار پدرام ماهان. اصالتا ما افغانی هستیم، مال کشور افغانستان، متولد قم کشور ایران. ما اینجا متولد شدیم، تحصیلات و آموزش‌های اولیه رو ما تو ایران بودیم. بعد دیگه به خاطر شرایط زندگی وارد بازار کار شدیم. ما در ابتدا که شروع به کار کردیم خیلی ابتدایی، جزئی، با روش‌های خیلی سنتی قدیم اومدیم با یه سرمایه خیلی اندک مثلا ناچیز شروع کردیم به کار تولید. در بخش تولید بعد از مدتی که کار کردیم برادرام هم اومدن روی کار. من به اتفاق 3 برادرم تونستیم با دست هم یه سری کارهای انجام بدیم. رفتیم یه سری تکنولوژی‌هایی رو آموزش دیدیم، یه سری چیزهایی رو از بازار یاد گرفتیم. با مشورت‌هایی که با یه سری از افراد خاص انجام دادیم تونستیم به این مرحله خودمون رو برسونیم. اکنون که داریم کار میکنیم ما در قسمت بخش لوازم خانگی، صنعت استیل، آلومینیوم، چدن و یه سری لوازمات برقی داریم فعالیت میکنیم و برندهایی که ما امروز در ایران تولید میکنیم جزء یکی از برندهای معروف است. برندهای خیلی عالی تو بازار برای خودش نام و نشان داره، حرفایی برای گفتن داره. در این بخش که وقتی شروع کردیم به کار، درسته یه سری مشکلات، چالش‌های خیلی بزرگ، مشکلاتی بود، ولی خب با استفاده و کمک از همکارا، رفقا، آشناها تونستیم این چیزها رو برطرف کنیم. خود برنامه‌های دولت تونسته سری کارهایی برای ما انجام بده، از اونها استفاده کردیم. یه سری دوستان، بالاخره هر کاری برای خودش چالش‌های خیلی بزرگی داره، مشکلات خیلی داره، ولی خب همه رو تونستیم به نحوی یه جورایی حل کردیم. حالا مشکل داریم ولی خب مشکل خاصی نیست دیگه، بالاخره هر کاری، هر شغلی برای خودش دردسرای خودشو داره. به طور مستقیم کلا در خود کارگاه و دوربند تقریبا دور 80 نفر 75 80 نفر شاغله، ولی در غیر مستقیم مثلا با صورت نمایندگی هایی که تو استان‌ها داریم و یه سری چیزایی که تو شهرستان‌ها هستن با ما مرتبط هستن و کارهای ما رو انجام میدن، پخش میکنه، اینا در حال حاضر به 300 نفر شاید هم بیشتر برسه. محصولات ما به نوعی یه سری محصولات ما از مواد اولیه‌اش از استنلس استیله. استنلس استیل تقریبا وارداتیه، جنسی نیست که خود ایران داشته باشه. از کشورهای چین، تایوان محصول میاد، ما اینا رو تبدیل به ظروفشون میکنیم. آلومینیوم خود ایران داره. آلومینیوم به صورت شمشه، بعد ما اینا رو میگیریم به صورت ورق و بعد به صورت قابلمه اینا درستشون میکنیم. بخش چدنش هم همونه، چدنش هم به حالت تزریق و دایکاست هست. محصولاتی که تولید میکنیم 50% تا 60% تو خود بازار ایران مصرف میشه. کلا مصرفی خود ایرانه. ما حتی جنس انحصاری شده به نام خودمون داشتیم که ثبت شده بود به نام ما، فقط ما تولید یعنی خودمون جنس اختراع کرده بودیم، تولید میکردیم 3 سال. الانم بازار ایران، در بازار ایران که فعالیت داریم 60% از محصولاتمون تو خود بازار ایرانه. حدود 30% تا 40% دیگر هم برای کشورهای همسایه عراق، افغانستان، قزاق، ترکمنستان، اینجور کشورها صادرات داریم. ما با تقریبا 3 برند تجاری که داریم محصولاتمون رو عرضه کردیم به بازار ایران. برندها ثبت به نام خودمون، به نام شرکتمون کلا ثبته. هر سالم تو نمایشگاه بین‌المللی ایران هستیم و جایی برای عرضه کالاهامون، نام و نشانمون، برندمون داریم.
در حال حاضر تقریبا جنس هایی که ما تولید میکنیم به بالای 120 قطعه یا 120 سرویس بگم 120 مدل بیشتر داریم، ولی خب در آینده امید داریم که ما بتونیم اینو به تعدادهای خیلی بیشتر برسونیم. سرویس های قابلمه هایی که ما تولید میکنیم همگی اینها کلا با جنس های خارجی که مال ایتالیا میاد، مال ترکیه میاد، با اینا راحت رقابت میکنه. در سطح کیفیت اوناست، با همون کیفیت مشتری اصلا تشخیص نمیده این جنس ها رو که اینا تو ایران تولید شده یا از خارج اومده. ما بالاخره به آرزوی اینیم که بتونیم یه روز تو صنعت هر کشوری، حالا چه ایران باشه چه کشورهای دیگه باشه، ولی فعلا که تو ایرانیم، تو ایران داریم کار میکنیم، بتونیم جایی برای گفتن در اون صنعت، در اون صنف داشته باشیم. توصیه ما به دوستان، هموطنان، رفقا، آشناها، تمام کسا اینه که اول بزرگترین سرمایه صداقته. تو هر کاری اگه صداقت داشته باشید میتونید به جای قشنگ، جای خوب، کارهای موفق انجام بدین. صداقت داشته باشین، بعد با مشورت گرفتن از افراد متخصص، افراد خوب، کسایی که دارای تخصص هستن، صنف بازار اینا بخواد بره، با کسایی که توی بازار فعالیت‌های اقتصادی دارن، با اینا بتونید مشورت‌های خوب بگیرین، 100% میتونید موفق باشید، 100% میتونید کارهای انجام بدید، کارهای بزرگ، اختراعایی داشته باشن که بتونن تو ایران براش چشمگیر باشه یا تو هر بازار دیگه برای جنسی از خود اختراع کنن، از خود خلق کنن، نوآوری باشه که بتونن سود اون جنس خودشون بخوره، دنبال کپی و برداری و اینجور چیزا نباشن، بتونن فعالیت‌های انجام بدن با سرمایه‌های خیلی کم، از صفر شروع کنن، یواش یواش، یک شبه پولدار نشن اینا، نخوان یک شبه پولدار بشن، یواش یواش شروع کنن، در طول مسیر درست کار کنن، با صداقت کار کنن، به همه جا میرسن. بستگی داره که دیگه خودت چقدر فعالیت‌های درست داشته باشی، چقدر بتونی تو این زمینه‌ها هوشمند باشی، چقدر بروز باشی، دستگاه‌های بروز بتونی تهیه کنی، تکنولوژی‌های بروز بیاری. اینا خودشون همشون دیگه بالاخره مفیدن، همه موثرن. به نظر من اون چیزایی که برای من تاثیرگذار بود و باعث شد که من به یه سری موفقیت‌ها برسم، اول اتحاد، متحد بودن، با برادران با هم بودن، دور هم بودن بود، صداقتمون بود که توی بازار ما صداقت داشتیم، با صداقت رفتار کردیم، درست کار کردن. اینا به نظر من چیزای اصلی بودن که ما تونستیم با هم به یه جاهایی برسیم، به یه کارهایی برسیم، بتونیم حرفی برای گفتن داشته باشیم توی شغلمون، تو صنعتمون، تو حرفمون. یه سری از دوستان متاسفانه وقتی که اینجا هستن یه سری افکارهای منفی یا فکرهای منفی دارن یا بهش فکر میکنن. از اون بحثا بهتره بیان بیرون. اصلا به اون چیزا وقتی وارد دنیای تجارت میشی، بیزینس میکنی، کارهای اقتصادی میکنی، وارد بحثای سیاسی، افکار سیاسی، این که بگم من نمیتونم، من تو ایران مهاجرم، نمیتونم کارهای انجام بدم، دستبالم بسته، از این بحثا بیان بیرون. با تلاش کردن، با کارهای قانونی کردن میتونن همه این موانع رو رفع کنن، برن از طریق قانون، تو چارچوب قانون اینا همگی میتونن کارهای انجام بدن. هیچ مانع قانونی هم نداره، همه جا ازشون حمایت میشه، نه دولت ایران، همه دولت‌ها، کل کشورها ازش حمایت میکنن. بالاخره هر کشوری برای خودش قانون کار در برابر سرمایه‌گذار خارجی داره. اینا میتونن با این دید مشکلاتشون رو حل کنن. آرزوی موفقیت برای همه داریم دیگه. آرزو داریم همه هر کجای این کره خاکی هستن همه موفق باشن، همه راحت باشن، همه خوش باشن، همه خوشحال باشن، به هر چیزی که میخوام برسن.